بریم صحبت‌های سانسور شده 47 سال پیش مردی رو بشنویم که آینده ایران رو همراه با شورشیان 57 تخمین زده بود. من دیده‌ام که رهبران این جنبش وعده ساده زیستی و عدالت می‌دهند، اما تاریخ نشان داده کسانی که با شعار ساده زیستی به قدرت می‌رسند در نهایت بجز سختی و تنگ دستی برای مردم چیزی نمی‌آورند. شما سزاوار رفاه و پیشرفتید، نه بازگشت به زندگی در محدودیت و تنگ دستی. به شما میگویم مبادا آزادی‌های فردی خودتان را دست کم بگیرید. امروز شاید به چشم نیاید، اما فردا وقتی بر کتاب، موسیقی، هنر و حتی بر اندیشه‌تان خط بکشند، تازه خواهید فهمید چه گوهر گرانبهایی را از دست داده اید. ایران بدون آزادی ایران نخواهد بود. من نمیخواهم شما را از تغییر بترسانم، زیرا تغییر بخشی از زندگی است، اما تغییر باید رو به جلو باشد، نه بازگشت به عقب. اما آرزو دارم فرزندان شما در سرزمینی زندگی کنند که در آن صلح، آزادی و پیشرفت همنشین یکدیگر باشند. هم میهنانم بدانید که ترک وطن برای من آسان نیست. هر گوشه ای از این خاک خاطره ای از زندگی و جوانی من است. از کوههای البرز گرفته تا دشتهای خوزستان، از دریای شمال تا خلیج فارس، همه برای من عزیزند. من نمیتوانم هرگز از این سرزمین دل بکنم، حتی اگر جسمم از آن دور شود. من در تمام سالهای سلطنت خود کوشیدم که استقلال ایران را نگاه دارم. اجازه ندادم بیگانه بر شما حکم براند و تلاش کردم ایران در میان ملت‌های جهان با سربلندی شناخته شود. اگر امروز دشمنان و مغرضان سخنان دیگری میگویند، حقیقت را تاریخ روشن خواهد کرد. به سرزمینی بسته و منزوی بدل خواهد شد. من سالها جنگیدم تا ایران سربلند باشد. مبادا فردا به خاکستری از انزوا فرو رود. از شما میخواهم پیش از آن که دیر شود چشمهایتان را باز کنید، به وعده ها گوش دهید، اما در پس آن وعده ها آینده ای را ببینید که فرزندانتان در آن زندگی خواهند کرد. آیا آنها در مدرسه ها آزاد خواهند بود؟ آیا در خانه ها می توانند بی هراس سخن بگویند؟ واقعا ننگ بر شما شورشیان 57. چه کردید با روزگار ایران زمین؟